در روزی غم‌انگیز و فراموش نشدنی در تاریخ بشر، صبح آرام سواحل اقیانوس هند در 26 دسامبر 2004 به کابوسی وحشتناک تبدیل شد. خورشید به تازگی طلوع کرده بود و مردم در سواحل به تفریحات روزمره‌شان مشغول بودند، اما در عمق آب‌های اقیانوس فاجعه‌ای غیرقابل تصور در حال وقوع بود. زلزله‌ای به قدرت 9 ریشتری بستر دریا را به لرزه درآورد. این زمین لرزه یکی از بزرگترین زلزله‌های ثبت شده در تاریخ بود، ولی خود این اتفاق آغازگر فاجعه‌ای عظیم‌تر شد. جابجایی شدید بستری اقیانوس باعث ایجاد امواج مرگبار سونامی شد. امواجی که با سرعتی بیشتر از 800 کیلومتر بر ساعت به سواحل اطراف هجوم آوردند و زندگی هزاران نفر را در دقایقی نابود کردند. در میان این آشفتگی، شهر باندا آچه در اندونزی به جایی تبدیل شد که مرگ و نابودی هر گوشه آن را فرا گرفته بود. ارتفاع امواج در برخی مناطق به بیش از 30 متر می رسید و مردم بیخبر از این فاجعه در سواحل خوشحال بودند، بدون هشدار و بدون پناهگاه. اما این پایان ماجرا نبود. کشورهای مالدیو، هند، تایلند، سریلانکا و حتی آفریقا نیز از ضربه این فاجعه سهم بردند. بیش از 230,000 نفر جان باختند، مردمی که هرگز فرصت خداحافظی با خانواده و دوستانشان را نیافتند. میلیون‌ها نفر بیخانمان شدند و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ویران شد. تخریب جاده‌ها، پل‌ها و ریل‌های قطار که موجب قطع دسترسی مناطق آسیب دیده می‌شود. آلودگی یا تخریب سیستم‌های توزیع آب آشامیدنی که موجب بحران بهداشتی می‌شود. قطع کامل ارتباطات تلفنی و اینترنتی در اثر آسیب به برج‌های مخابراتی یا کابل‌ها، فروپاشی ساختمان‌های عمومی و مسکونی که بازسازی آنها نیاز به منابع و زمان بسیاری دارد. نمونه‌هایی از آسیب‌هایی است که بر اثر این بحران ایجاد شد. پس از این اتفاق غمناک، موج عظیمی از کمک‌های انسانی و مالی به جریان افتاد. مردم از سراسر جهان دست به دست هم دادند تا به قربانیان کمک کنند و پس از آن سیستم‌های هشدار زودهنگام برای جلوگیری از تکرار چنین بلایایی ایجاد شد. درسی که از این فاجعه گرفته شد، اهمیت آمادگی و توجه به خطرات طبیعی بود. ممنون که تا پایان ویدیو ما رو همراهی کردید. اگر راجع به هر موضوعی یا چیزی خواستید که ما ویدیو بسازیم، می توانید آن را با ما در کامنت ها در میان بگذارید و حمایت از ما فراموش نشه.